گردشگری برای کسب اطلاعات دقیق از نحوه زندگی گذشتگان و نحوه زندگی فرهنگی، تاریخی و مدنی شهروندانی که هم اکنون در بستر تاریخ زندگی دارند از اثری مستقیم دارد. هموطنان پرجوشگر و گردشگران عزیز، اگر به آثار و میراث‌های فرهنگی و تمدنی قدامت تاریخی کشورمان نگاه بیندازیم، با خوبی در میابیم که افغانستان سرزمینی مملو از آثار و ارزش‌هایی است که در منطقه کمتر نظیر دارد. نمونه این غنیمت فرهنگی میتوان در آثار تمدن بلخی باستان، بامیان کهن، غزنی، قندهار، کابل و هرات به وضوح مشاهده کرد. طوری که همه میدانیم چشماندازهای فرهنگی و تاریخی افغانستان در ادوار مختلف یکی از جاذبه‌های اصلی جهانگردی در جهان بوده و زمان افغانستان را جزو کشورهای برتر برای پذیرش و جذب گردشگران خارجی قرار بود. اما با وجود تمام این نعمات فرهنگی، شرایط جهانگردی و جذب توریست‌های داخلی و خارجی در افغانستان آنچنانی که باید باشد نیست. جهت احیای مجدد این تاریخ ارزشمند و باستانی ایجاب می‌کند در کنار حفظ آبیات تاریخی و توسعه ارزش‌های تمدنی و تأسیس زیرساخت‌های اساسی جهانگردی برای پاسداری از این داشته‌ها توجهی بیشتری مبذول گردد. در بعد اقتصادی و اجتماعی، حاضرین محترم، گردشگری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی مسائل جانبی و جانب توجهی زیادی دارد که دولت‌ها را بر آن واداشته که برای توسعه اقتصادی و اجتماعی خیش به رشد صنعت گردشگری من حیث منبع درآمد، اشتغالزا و کاهش فقر نگاه کنند و برای جذب توریست‌ها بیشتر تسهیلات لازم را فراهم آورند.